امروز 27 آگوست است و در این صبح صادق به همه شما بینندگان عزیز درود میفرستم از دفتر مرکزی رادیو زودی در پراگ. ساعت با وقت اینجا رسا 7 است و در نویدی بمدودی برایتان از تازه‌های تاجیکستان و جهان میگیم. اما نخست میبینیم که آب و هواشناسان برای امروز چگونه هوا را پیش بینی کردند. در پراگ هوای ابری در نظر است. احتمال می‌رود که روزانه حرارت به 29 درجه برسد. در مسکو نیز امروز هوا ابری خواهد بود. گرمی در دوام روز به 22 درجه برابر می شود. در دوشنبه هوا صاف و بی‌غبار است امروز و حرارت سنج 35 درجه بالای صفر را نشان خواهد داد. محمدالله میرزویف معاون رئیس بانک مفلس شده توچپرومبانک در بازداشتگاه موقت شهر دوشنبه درگذشته است. پسرش ابوبکر میرزویف روز 26 آگوست در صحبت با رادیو زودی در گذشت پدرش را تصدیق کرد، اما در این باره بیشتر صحبت کردن نخواست. مشتریان بانک 3 سال باز امانت‌های خود را از بازپس گرفتن از این بانک نمیتوانند و شکایت میکنند. میگویند میرزویف از ماه فوریه 2019 در بازداشت قرار داشت. میرزویف در محله روبودی شهر دوشنبه یعنی سابق کلینین زندگی میکرده است و چندی از همسایه‌هایش گفتند میرزویف اول ماه آگوست در بازداشتگاه ففتیده است و در زادگاهش نویه حصار به خاک سپرده شد. در وزارت عدلیه که بازداشتگاه‌ها تابع آن هستند خبر مرگ بانکدار تاجیک را شرح ندادند. محمدالله میرزویف را تقریبا 8 ماه پیش با اتهام قلابی دستگیر کرده به ضد او پرونده جنایی باز نمودند. یک فردی که با محمدالله میرزویف معامله پولی داشته است به رادیو زودی گفت از اهل خانواده او شنیده است که میرزویف از بیماری قند شکایت میکرد و رنج میکشید. پیشتر از دستگیر کردن میرزویف رئیس توچپرومبانک جمشید زیویف نیز سال 2018 با اتهام قلابی بازداشت شد. توچپرومبانک که یکی از بانک‌های نه چندان بزرگ تاجیکستان بود سال 2017 در عین بحران بانکی مفلس شد. در حال حاضر از مشتریانش 56 میلیون سومانی و از وزارت مالیه و بانک ملی بیش از 100 میلیون سومانی قرضدار است. در 4 سال گذشته 4 بانک تاجیکستان به بحران دچار آمدند. توچپرومبانک و فونوم بانک در این میان ورشکسته شدند. 2 سال پس از مفلس اعلان شدن توچپرومبانک یک مشتری بانکی در همسایگی میرزویف زندگی میکرد خودکشی کرد. خیریدین قادیروفی 50 ساله ساکن کوچه گلفشانی محله مهرآباد بعد از آنکه $100,000 امانت خود را از بانک گرفتن نتوانست خودش را آویخت. مقامات پیشنهاد کردند که به طرح بودجه دولتی تاجیکستان در سال 2020 برای خرج برگزاری انتخابات پارلمانی و پرزیدنتی سال آینده کشور 80 میلیون سومانی معادل بیش از 8 میلیون دلار آمریکایی پیش بینی شود. آژانسی آزیا پلوس روز 26 آگوست این خبر را با تکیه به منابعش در بخش اقتصادی حکومت تاجیکستان نشر کرد. این منبع گفته است که قسمی از این مبلغها اینچنین برای برگزاری پرسشی به نقشه‌گیری اهالی صرف خواهد شد که همچنین به سال 2020 تعیین شده است. در وزارت مالیه تاجیکستان به رادیو زودی گفتند که طرح بودجه دولتی برای سال 2020 آماده و برای بررسی به حکومت ارسال شده است، ولی در این نهاد از گفتن رقم دقیق مربوط به صرف و خرج بودجه خودداری میکنند. همصحبت ما افزود قرار است تا آخر ماه سپتامبر طرح نهایی بودجه برای تصدیق به مجلس نمایندگان ارسال شود و آن وقت جزئیات بیشتری آن رسانه‌ای خواهد شد. طبق مقررات طرح بودجه تا جانب مجلس نمایندگان باید تصدیق شود و بعد از این پرزیدنت به آن امضا میگذارد. قرار است انتخابات پارلمانی ماه مارس و پرزیدنتی در موسم تیر ماه برگزار شود. هیچ یک انتخابات در تاریخ تاجیکستانی صاحب استقلال دموکراتی و مطابق با مقررات ارزیابی نشده است. در پیشروی سال نو تحصیل وزارت معارف و علم به والدین هشدار داده است که به معلمان مکتب‌ها هیچ گونه مبلغ ندهند. به گفته وزارت مسئولین مکتب‌ها حق ندارند از نزدیکان خوانندگان مبلغ طلب کنند، اما بعضی والدین میگویند وضع دیگر است و حتی برای کودکانی که به صنف اول میروند آموزگاران از 40 تا 200 سومانی مبلغ طلب میکنند. هشدار بعد از آن صدا داده است که تعدادی از والدین به وزارت شکایت کردند که از آنها در مکتب‌ها برای تحصیل یا کاری دیگری پول طلب میکنند. احسان خوشوقت سخنگوی وزارت معارف به رادیو زودی گفت بر اساس قانون درباره معارف جمع‌آوری همه نوع مبلغ در مکتب‌ها منع میباشد. سخنگوی
وزارت معارف تصدیق کرد که آنها نیز از پولطلبی در مکتب‌ها شکایت دریافت کردند ولی ادعاها در این باره ثابت نشدند. این مقام وزارت معارف افزود فقط در حالت درس‌های علاوگی همان هم با روزگی والدین در صورت حساب مؤسسه باید پول پرداخت شود. دیگر همه گونه جمع‌آوری مبلغ منع است. اگر که کارهای آبادانی است و والدین می‌خواهند کمک کنند مؤسسه‌ها صورت حسابشان را گشایند و مبلغ را برد در حساب مؤسسه در دست معلم پول دادن ممکن نیست. اظهارات وزارت معارف در حال صدام می‌دهد که چند نفر به رادیو آزادی نوشته شکایت کردند که مسئولین مکتب‌ها پیش از قبول فرزندانشان نخست پول می‌پرسند. به عین مضمون چندین ساکن نویاوان و شهر نو به رادیو آزادی مراجعت کردند. امروز در شهر ژوکوفسکی ولایت مسکو پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با رهبری ترکیه رجب طیب اردوغان واخورده نیزهای داخلی سوریه و به قبل دفتر مطبوعاتی کرمل رشد همکاری‌های روسیه و ترکیه را بررسی می‌کند. قبل از سفر اردوغان هواپیماهای سوریه ولایت ایدلیب زیر نظارت آشوبگران را هدف قرار داده بودند. این در حالی است که مسکو و انکره این منطقه را منطقه خلع سلاح اعلام کرده بودند. روز 26 август اردوغان گفت که در ایدلیب وضع متشنج است و او امیدوار است که در صحبت با پوتین وضع به زودی حل می شود. در نزاع سوریه روسیه از حکومت پرزیدنت بشار اسد و ترکیه از آشوبگران پشتیبانی می کنند. بنا به اطلاع منابع رئیس شهر اندیجان ازبکستان دلمراد رحمت‌اللهیف از مقام برکنار شده است. رحمت‌اللهیف پیشتر برای دشنامی رهبران مؤسسه‌های دولتی جریمه شده بود. منابع در حال حاضر سبب برکناری رحمت‌اللهیف را نمیگویند. دوستانی کل ازبکستان ماه دکبر سال 2017 خبر داده بود که شهردار اندیجان دلمراد رحمت‌اللهیف برای سخن‌های قبیح گفتن به مدیران کالج و لیسه‌های محلی 30 نشان دهنده برابر به $650 آمریکایی جریمه کرده شد. شهردار اندیجان در یک جلسه‌ای که 16 اکتبر سال 2017 صورت گرفت مدیران مؤسسه‌های تعلیمی را به خاطر کم فرستادن پخته‌چینان به صحرا دشنام داد. حیوان‌ها، شغال‌ها، خرها لعنت بر پدرتان گفته بود رحمت‌الله. همچنین وی در جلسه 18 نوامبر آموزگاری 64 ساله را دشنام داده است. در ولایت لباب و یا لبیاب ترکمنستان ساکنان برای نوبت‌پایی در نزد بانکمت‌ها بازداشت و بازپرسی می‌شوند. همچنین در مؤسسه‌های دولتی به کارمندان تاکید می‌شود که در نزد بانکمت‌ها ننمایند. به گفته خبرنگار بخش ترکمنی رادیو آزادی این اقدام پس از تنبیه پرزیدنت ترکمنستان قربانگلی بیرتی محمدov به رئیس بانک مرکزی این کشور روی دست گرفته شده است. بحران نارسایی مبلغ در بانکمت‌های آن کشور بیش از 2 سال این جانب ادامه دارد. منتظم محدودیت جاری می‌شود و در سراسر این کشور آدمان پشت بانکمت‌ها نوبت‌پایی می‌کنند. سال تا 200 میلیون دانه سیگاری غیرقانونی از تاجیکستان به روسیه وارد می شود. متخصصان ساحه تنباکو میگویند که خسارات بودجه روسیه از حساب سیگاری غیرقانونی همساله تا 70 میلیارد روبل را تشکیل میدهد. این خسارات به حساب متخصصان ساحه و هم وزارت مالیه روسیه از حساب به بازار روسیه وارد شدن محصولات تنباکوی غیرقانونی یا تقلبی به وجود میاد. گران بودن قیمت اکسیز به گفته متخصصان برای بازار سیاه تنباکو را گرم کردن مساعدت کرده است. روز 26 август ضمن بررسی موضوع وضع در ساحه تنباکو در کشورهای اتحادیه اوراسیا که در شهر بیشکک برگزار شد متخصصان ساحه گفتند که بلاروس و قزاقستان 45% حجم سیگار قاچاق شده را به روسیه وارد میکند و 16% بازار سیاه تنباکو را کشورهای دوری مثل امارات متحده عربی، سربیا، رومانیا، بلغارستان و تاجیکستان تشکیل میدهند. آوازخوانی معروفی ترانه‌های مردمی و فلکسرای بدخشی صاحب دولت‌شوی و روز 28 август در جشنواره موسیقی ترانه‌های شرق هنرنمایی می‌کند که قرار است در میدان رگستانی شهر سمرقند برگزار شود. جشنواره دیروز افتتاح شد و امسال یک نماینده دیگری تاجیکستان آهنگساز اصلیدین نظاموف عضو هیئت حکمانی بین‌المللی جشنواره خواهد بود. تشبثکاران به مطبوعات گفتند که امسال در فستیوال موسیقی زیر نظر دفتر فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو نمایندگان بیش از 140 کشور جهان اشتراک خواهند کرد. جشنواره موسیقی بین‌المللی ترانه‌های شرق شروع از سال 1997 در 2 سال یک بار با تشبث وزارت فرهنگ ازبکستان و اینچنین شرکت موسیقی ازبک نوا تشکیل می شود. سال 2009 در این آزمون آزاد اشور و برنده جای دوم و آلیم بابایف در سال 1999 صاحب جای سوم آزمون شدند. و یک خبر ورزشی هم هست.
دسته‌ای منتخب نورسانی فوتبال تاجیکستان که در بازی دومش در جام پرزیدنت قزاقستان 2019 بر منتخب نورسانی قزاقستان با حساب 2-1 غالب آمد، در گروه ب مقام اول را کسب نمود و به فینال برآمد. بازی منتخب نورسانی قزاقستان و تاجیکستان 26 август در شهر نورسلطان برگزار می شود. به این ترتیب بازی نهایی جام پرزیدنت قزاقستان میان دسته‌های منتخب نورسانی تاجیکستان و قزاقستان روز چهارشنبه 28 август در شهر سلطان صورت خواهد گرفت. و بینندگان عزیز، اکنون از قرب اسعار خارجی برای امروز میگویم که از طرف بانک ملی تعیین شده است. به همین ترتیب $1 9.68 درهم، 1 یورو 10.76 درهم و 1000 روبل روسی برابر است به 146.60 درهم. این چند خبری بود که در این اپیزود من به سهم شما رساندم و با خبرهای بیشتر من همه شما بینندگان عزیز را در سرخط خبرهای روز و برنامه خبری در همینجا در بخش مستقیم منتظر میشوم. روز خوب داشته باشید.